اعتماد به الله میشه، سقیت به الله همیشه موثق می باشه. با الله این دوم فایده توحید ربوبیت، به الله باور می داشته باشه، موثق می باشه که الله. سومی منفعت توحید ربوبیتی است که خوف مخلوق از قلبت گم بشه. خوفی کی از قلبت گم بشه؟ از مخلوق. هیچ از مخلوق نمیترسی، چون میفهمی که رب من، مالک من و سید من و مصلح من الله هست. من از مخلوق چرا بترسم؟ این کسایی که از مخلوقات میترسن به مو اندازه که در ربوبیت شک داره، ترس از مخلوق. والا از رئیس استخبارات میترسم، والا از نفر خاد میترسم. نفر خاد و استخبارات 50 سال بعد 60 سال بعد چرا از میترسی؟ 60 سال بعد وام در قبر است، زیر خاک است. برو 60 سال بعد، سال چند است امروز؟ 19 92 است نه؟ دمی 20 92 کلگی گلمش چی است؟ کل ما زیر خاک است. ما شما این مسجد است، این دیوار است، این تعمیرها می باشه، لکن ما و شما نیستیم. پس ما و تو نفر استخبارات اردوی ما در روز قیامت چی باشیم؟ اردوی ما زیر خاک هستیم. امروز اگر ظلم کنه یا بخیزه یا شیطانی کنه یا فلانی کنه و پت کنه و بیای خوب ریشک خودم مانده و خوب قوارگک خودم جور کرده و خوب نرمک هم گپ میزنه، لکن در روز قیامت اونجا باز ریش سیاه باز میشناسی. چطور هستی شیر لالا جان؟ امروز او شیر لالاست، 100 سال بعد باز ما تو چی هستیم؟ شیر لالا. امروز هر چی از دست میاد بفرمایید. بسیار ازت تشکر، قربانت. شیطانی کو دوستیارم ببر، سندارم ببر، فلانی رم ببر. لکن اگر او بفهمه که رب ما الله هست، ما خب می عقیده هستیم. اگر یک گلاس آب در یک جای بر تو مقدر نباشه، کس اونجا تو او آب نوشیده میتونی؟ والا اگه خوب بتونی. این الگب سر از این است که وقتی که انسان بفهمه که رب زندگی ما و مرگ ما همه چیز به الله تعلق میگیره.